سلام دوستان، امیدوارم حالتون خوب باشه. به کانال یوتیوب خودتون خیلی خوش اومدید. من محمد خواجی قراره یه ترفند خیلی جذاب بهتون آموزش بدم. به جرئت میتونم بگم این ترفندی که امروز قراره یاد بگیرید انقدر جذابه، اولا شما رو وسوسه میکنه، بلافاصله میرید تست میکنید، خودتون انجام میدید، کیفشو میبرید. دوما اینکه مطمئنم این ترفند بیش از هر ترفند دیگه‌ای که تا الان بهتون آموزش دادم و تو هر جمعی اجرا کنید ریاکشن میگیرید. میخوای شروع کنیم ببینیم اصلا ترفند چیه؟ بله. سعی تو این بازی بهم کمک کن. کارتا رو کامل شروع میکنیم برد زدنشون. یه بار دیگه هم برد میزنم. کارتا رو میتونید به مخاطبتون نشون بدید که هیچ ترتیبی توی کارتا وجود نداره. سبا من کارتا رو شروع میکنم برد زدن. تو هر جا دوست داشتی بگو دیگه برد نزن. کافیه. این میشه دسته اول. دوباره شروع میکنم برد زدن. کافیه. اینقدر سریع. دوباره شروع میکنم برد زدن. کافیه؟ آره. یه بار دیگه باید بگی هر جا دوست داشتی بگو وایسا. کافیه. همینجا یه ذره دیگه برد نزنم؟ نه. اصلا؟ اصلا. خیلی. پس 4 جای مختلف گفتی استاپ سوام. آره. درسته؟ من بالای دونه دونه این دسته ها بشکن میزنم. یه آس، 2 تا آس، دقیقاً جایی که گفتی استاپ، 3 تا آس و اینم اشتباه شد. ولی شاید این یه نشونه است ها. دیدی آخرین دسته گفتم میخوای بیشتر بری میخوای کم، خودم هم دو دل بودم یه جوری بودش. بذار بریم ببینیم پنجمین کارت چی از اینجا. 1 2 3 4 و اینم پنجمین کارت که میشه آخرین آسمون. خیلی خفن بود. دیدی گفتم سورپرایز داره آخرش، ولی هنوز به قسمت سورپرایزش نرسیدیم. ما اینجا یه دونه شاه داریم، یه دونه بیلی داریم، یه دونه سرباز داریم، یه دونه 10 که با این آس کناریش دقیقاً دستمون رویال فلاش میشه. خیلی بازی خوب و عجیبیه. هر قسمتش تماشاچی فکر می‌کنه خب دیگه الان 3 تا آس رو شد، قطعا آخری هم آسه. یهو پراش میشه. خراب کرد هیچی. آره. دوباره میشه آس بعدی پیدا میشه. دوباره فکر می‌کنه تمام رویال فلاش. اصلا بازیه تا صبح سورپرایز داره لعنتی. خب بریم سراغ قسمت آموزش. خوبیش اینه که با اینکه آیتم خیلی عجیب و باحالیه ولی اجراش اجرای خیلی سختی نیستش. شما بچه‌ها به یه دسته کارت کاملا نرمال احتیاج دارید. تعداد کارت‌ها و ترتیب کل کارت حالا به جز اینا مهم نیستش. یعنی شما کارتاتون اگه ناقص باشه هم میتونید انجام بدید. با دسته کارت مخاطبم که طبیعتاً میشه، فقط یه چیدمان ساده داره. چیدمان این بازی به چه شکله؟ اول اینکه حالا اگه بچه‌ها با مقوله پوکر آشنا نیستن، این با ارزش ترین دست پوکره. دستای پوکر دستای 5 تایی هستن که بر اساس حالا ارزش اون دست ها توی رده‌های مختلف قرار میگیرن که این میشه با ارزش ترینش، یعنی رویال فلاش که 10 سرباز بی شاه و آس از یک خال مثلا پیک جدا میشن. اینو واسه دوستاتون کسایی که حالا پوکر بازی کردن یا اطلاعات دارن در مورد پوکر اگه اجرا کنید آخرش سری سورپرایز آخری مطمئن باشید دیوونه میشن. خیلی خب بچه‌ها، ترتیب این بازی به این شکله. شما 3 تا آس میذارید به جز آس پیک. 3 تا آس میذارید، یه دونه 5 میندازید روش. اوکی، این تا اینجا 3 تا آس، یه دونه 5. بعد میرین سراغ ترتیبمون که 10 سرباز بی شاه میذارید و آخرین کارتتون میشه آس پیک. اگه اینجا مثلا یه خال دیگه انتخاب کرده بودید، مثلا 10 دل سرباز دل بی دل شاه دل انتخاب کرده بودید، این آس پیک باید بیاد اینجا، دل باید بذارید اینجا. پس آسی که میاد کنار این 5 تا این 4 تا کارت دقیقاً همخال باشن. مثلا من پیکو جدا کردم، یه 5 بعد 3 تا آسم که روه. از پشت اگه بخوام بهتون میگم ترتیب میشه آس 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 به جز آس پیک، یه دونه 5 10 11 12 13 و یه دونه آس دیگه. کل این ترتیبو میذارید روی دسته کارتتون. از اینجا بازی شروع میشه. شما میتونید 500 بار کارتا رو بر بزنید شونه‌ای به شرط اینکه این 5 6 تا کارت 7 8 تا کارت روی دسته تغییر نکنه. پس چیکار میکنید؟ به دست پایینی قسمت پایین کمتر کارت میدید از نصف، ولی از نصف کمتره. راحت داخل هم بر میذارید، به آخر سر نمیرسه دوباره. حالا اگه بینندتون کارتا رو بر زده به هوایی که مثلا دارید دنبال جوکر میگردید، میتونید این ترتیب واسه خودتون بسازید. ترتیب سختی نیستش. پس میتونید هم بر فیک بزنید، هم کارت فیک بزنید، همین که بر شونه‌ای بزنید و ترتیب کارتای رو تغییر ندید. حالا قسمت بازی، قسمت اصلی ماجرا چیه؟ شما وقتی کامل کارتا رو بر زدید میگید خب ببین همه کارتا به هم خورده است دیگه، ترتیبی توشون نیست. آخراشو دیگه نشون ندید، همین یه ذره‌شو نشون بدید تا وسط تا نشون بدید. حالا کارتا رو به صورت به سمت مخاطب میگیرید. حالا من اینوری میگیرم که دیده بشه. اولین کارتی که میخواید بکشید با انگشت وسط که پشت کارت قرار داره یه دونه کارت از رو هم میکشید.
اوکی، یعنی به ازای هر دسته‌ای که ما جدا می‌کنیم یک کارت از رو می‌کشیم. ببین الان من یه دونه از این آسان برداشتم، می‌بینی آسگیش نیست. بقیه‌اشو دیگه اینا رو روش بر می‌زنم، هر جا مخاطب گفت وایسا وای میسم، مثلا میگه وایسا، میگه اوکی. الان یه دونه آس کشیدم از رو. دوباره شروع بر زدن بعدی که میخوام برم، به جای که یه دونه کارت بکشم دو تا میکشم. این آسم باش میاد، دونه دونه بر می‌زنم، مثلا اینجا میگه وایسا. هر سری همین میشه دیگه. نگاه عقب و جلو، نمیدونم میگیره یا نه، اینجوری وقتی میکشید کارتا با هم میاد. فقط آسو از اون رو که میکشید بقیه‌اشو دونه دونه بر میزنید. اینجا مثلا میگه استاپ، دسته آخر دوباره دو تا رو با هم میکشیم، این همون پنجه است، دوباره بر میزنم، مثلا میگه وایسا. بقیه کارتا که اضافه اومد میذارید کنار. از همین سمت اولین دسته شروع کنید، دونه دونه آثار رو نشون بدید. دیگه هر چقدر بیشتر فیلم بازی کنید، بیشتر نقشتون فرو برید، بازیتون جذاب‌تر میشه. یعنی آخرین کارتی که رو میکنید خودتون یه لحظه باید جا بخورید که چی شد اصلا داستان، من که درست رفتم، کاش زودتر گفته بودی استاپ، کاش صبر می‌کردی. بستگی به ریاکشن مخاطبتون داره. بعد میرید سراغ سورپرایز بعدیتون که این عدد 5 میگید شاید یه نشونه است، پس بریم ببینیم پنجمین کارت چی. 1 2 3 4 و اینم پنجمین کارت که میشه آخرین آسمون. صبر کنید مخاطبا ریاکشنشون کامل که نشون دادن، بعد برید سراغ سورپرایزتون و 10 سرباز بی بی و شاهو رو کنید. ایزی پیزی. این نکته‌ای که گفتم در مورد بر دادن کارت و دونه دونه کشیدن از رو، خودش ترفند تقلب توی بازی هم هستش. مرسی تقلب آموزش. یعنی میتونید کارتا رو بکشید، هر چقدر بر بزنید مخاطب میگه وایسا. الان اولی قطعا آس پیکه، دوباره میکشید، هر جا گفت وایسا وای میسید، بعدی قطعا 10 بر میزنید میگه وایسا سربازه، بر میزنید میگه وایسا بیبیه و آخرین پکت خودش شاهه. یعنی از این تکنیک‌ها اگه بهشون فکر کنید میتونید دنیایی از آیتم بسازید. برای چیزی که الان امروز بهتون تو این ویدیو یاد دادم دیگه یه ترکیب مرگباریه دیگه. 3 بار مخاطبتون سورپرایز میشه. امیدوارم از این ترفند لذت برده باشید. این آموزش هم آموزش درخواستی دوستانی بود که حالا خودشون اهل پوکرن، پوکر بازی میکنن. شما آیتم‌های درخواستیتون حالا چه اینجا توی کامنت‌ها چه توی اینستاگرام محمد خواجی با 2 تا ام میتونید برامون بفرستید که بهتون آموزش بدیم. دوستتون دارم. تا آموزش دیگر پس فردا، بدرود.